به نام خدا. با سلام خدمت شما همراهان همیشگی اسموک سنتر. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با بررسی دستگاه‌های ویپ و دستگاه پاد. میخوایم تفاوت این دو تا دستگاه خدمتتون عرض بکنیم. دستگاه پاد معمولاً ابعاد کوچکتری دارن و برای ترک سیگار استفاده میشن. دستگاه ویپ معمولاً ابعاد بزرگتری دارن و جایگزین قلیون میشن و حجم دود بیشتری دارن. تفاوت اولی که دارن همونطور که میبینید توی ظاهرشونه، ولی تفاوت اصلی توی کاربردشونه. دستگاه پاد برای افراد سیگاری مناسبن، افرادی که حداقل روزی بیش از یه نصف بسته سیگار مصرف میکنن. ولی دستگاه ویپ برای افرادی که قلیون میکشن مناسبن. اگر کسی که سیگاری باشه بخواد با ویپ ترک بکنه یه مقدار براش سخته، چون نیکوتینی که نیاز داره رو تامین نمیکنه. ولی اگر کسی سیگاری نباشه و بخواد از دستگاه پاد استفاده بکنه اون هم اذیت میشه، چون نیکوتین این دستگاه خیلی بالاتره و حجم نیکوتینی که داره ممکنه اذیتش بکنه. پس توی انتخاب باید حتما دقت بشه که اولین چیزی که شما باید بررسی بکنین نیازتون هست. اگر نیازتون برای دستگاه‌های ترک سیگار هست باید از بین دستگاه پاد انتخاب بکنین و اگر برای جایگزینی قلیون و حجم دود بالاتر میخواین باید دستگاه ویپ انتخاب بکنین. حالا بین این دو تا دستگاه‌ها یه سری دستگاه هم هستن که بهشون ویپ پاد یا پاد ماد میگن. اون دستگاه قابلیت استفاده به صورت پاد و قابلیت استفاده به صورت ویپ رو دارن. اونا فیلترشون ممکنه عوض بشه، یعنی هر فیلتری که دارن یه فیلترشون مخصوص پاد هست، یه فیلترشون مخصوص ویپ هست. حالا باید انتخاب بکنین، اول شما کاربردی که میخواین رو انتخاب بکنین، بعد برین توی دسته‌بندی دستگاه‌ها و مدل مورد نظرتون رو انتخاب بکنین. توی این دستگاه‌ها فرق دیگه‌ای که دارن توی مواد مصرفیه که توشون استفاده میشه. توی دستگاه پاد جویس سالت استفاده میشه. جویس‌های سالت معمولا نیکوتینشون از 20 به بالاست و حجمشون هم همیشه 30 میل هست. حجمشون 30 میله و نیکوتینشون از 20 تا 50 متغیره. حالا بستگی به میزان نیکوتینی که اون شخص نیاز داره میتونه نیکوتینش رو انتخاب بکنه که حالا بخواد مصرف بکنه. توی سالت ها هم مثل جویس ها تنوع طعم وجود داره، طعمای تنباکویی و طعمای میوه‌ای و تمام طعما وجود داره، میتونن انتخاب بکنن. توی ویپ ها جویس ها معمولا 60 میله. توی حالت ویپ اگر بخواین استفاده بکنین باید جویس معمولی استفاده بکنین. جویس ها معمولا 60 میله، تو حجم های 120 میل و 100 میل و اینا هم عرضه میشه. ولی سالت ها همشون 30 میله و حالا جفت اینا هم یه سری تستر 10 میل هم ممکنه توی بازار باشه، خیلی کمه. معمولا همه جویس ها رو 60 میل و سالت ها رو 30 میل استفاده میکنن. اگر شما بخواید توی حالت پاد جویس معمولی بریزین عمر کارتریجتون کمتر میشه، چون حجم بخاری که داره و طول کامی که از این میگیرین عمر کارتریجتون رو کمتر میکنه و اصولی نیست استفاده از این. و توی ویپ هم نمیتونین جویس سالت بریزین، چون یک کامی که از این میگیرین تقریبا حدود مثلا 10 برابر یا 15 برابر یک کام اینه، که اگر شما اینو توی جویس سالت رو توی ویپ بریزین با یک کامش انگار 20 تا کام یه جا از این گرفتین، 10 15 تا کام یه جا از این گرفتین و ممکنه باعث مسمومیت نیکوتینی بشه. پس توی انتخابتون همیشه توجه کنین که اگر پاد میخواین باهاش جویس سالت سفارش بدین و اگر ویپ میخواین باهاش جویس معمولی سفارش بدین. حالا توی این آخر این ویدیو میخوام براتون یه تست بگیرم از حجم دود اینا، یه قلقی هم دستتون بیاد که ببینید حجم دودش چقدره. حجم دود پادا معمولا یه مقدار از سیگار بیشتره. حالا این پاد اورسانانا هست با کارتریج 6 دهم. همونطور که میبینین حجم دودش یه مقدار از سیگار بیشتره. حالا من کام خیلی عمیقی هم از این گرفتم و حالا این ویپ هم تست میکنیم. همونطور که دیدین حجم دود ویپ از پاد خیلی بیشتره، ولی خب نیکوتین جویساش کمتره. حالا خواستین انتخاب بکنین حتما اول نیازتون رو تشخیص بدین، بعد مدل مورد نظرتون رو انتخاب بکنین. با تشکر از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین.